شما بخیر دوستان عزیز. ما در مورد 3 روزه ترانسفرهای عملی شده تابستانی خواهیم گفت و نخست از اندره سیلوای پرتغالی شروع میکنیم. نفری که از ارب لیپزیگ طریق اجاره به ریال سوسییداد آمد و موسم نو را پرتغالی 27 ساله در تیم سان سباستیان میگذراند. اجاره دوم این است که البته دستپرور 26 ساله اینتر زتوربو با سری گرنگ به نیژنی نوفگراد آمد. این البته هیچ کس معلوم نیست که چرا فوتبالباز چمپیونات روسیه را انتخاب کرد. بازیگری که در نیمه اول موسم قبلی را در المرخیه قطر گذرانیده بود. بار دیگر در مورد اینتر میگوییم دانیلو دیامبروزه باشد، چون بازیگر آزاد به مونس رفت. نفری که از سال 13 تا حال در صف اینتر بود و 284 بازی، 20 گل و 21 اسیست داشت در صف اینتر. اکنون او این بازیگر 34 ساله به مونس می رود. از نگاه فوتبالی البته به عمر این فوتبال باز ارچه نمانده است. لوکاس موری 30 ساله باشد، بعد 10 سال به سان پائولو برگشت. نفری که از سال 2013 تا سال 2023 در پی اس جی و توتنهام برآمد میکرد، از این پس 3 سال بعدی خدمت به وطن میکند. برایتون باشد دنیس اونداوی 27 ساله را به شتوتگارت به اجاره روان کرد. این هم نفری بود که موسم قبلی در یونیون در 22 بازی 5 گل زده بود. امیو را باشد دروازه‌بان 23 سالش ناتان بیشوپ کیدت کرد و به ساندرلند رفت، زیرا در منچستر یونایتد به قول برایش خوراک نبود. بهترین نشانزنی شفیلد یونایتد الیماندیا باشد، از جانب مارسل خریداری کرده شد تا یک جایه با اوبامیانگ به دروازه حریفان پچکا گل زند. برای این بازیگر منتخب سنگال 20 میلیون پوند استرلینگ پرداخت کرده شد. اولیمپیک لیون باشد دفاعگر خرواتی دوا شالتا سار را با نرخ زیاده از 1 میلیون یورو به اجاره گرفت و میتواند با نرخ بیش از 3 میلیون یورو خریداری کند. نفری که در ساوثهمپتون بازی میکرد و دیگر توانی طاقت در چمپیونشیپ را ندارد. گالاتاسرای باشد بر عوض بیش از 3 میلیون یورو کریم دمیربوی را از بایر آورد و شرطنامه 3 ساله با بازیگری ترکتبار آلمانی امضا کرد. بازیگری از سال 2019 داروسازی میکرد، در ترکیه سالانه 1 میلیون یورو معاش میگیرد. همچنین زنیت رسما از انجام گزارش 60 میلیونی مالکومی برزیلی روسی شده به الهلال رسما تصدیق نمود. منچستر سیتی باشد 15 میلیون شیخانه به جیب زد و فوربس را به ایاکس روان نمود. بر زمین دسته کلیزیرک 20% پول از فروش مبادا بازیگر را خودی میکند، زیرا به این نمی شود. لاتزیو ریم باشد ابرای 20 ساله دیکتاتور موسولینی را به پیسکارا روان کرد. بروسیا باشد جرمی نیشالکه 20 ساله را از نیورنبرگ به اجاره گرفت تا در دوام موسم نوین به دردش بخورد. سابق گلزنی لوکوموتیو مسکو فرانسوا کامانوی 20 ساله باشد به ابهای سعودیان گزارش کرد. چلسی باشد با نرخ 45 میلیون یورو از موناکو اکسل دیساسی را خریداری نمود. نفری که 4 مرتبه با پیراهن منتخب فرانسه برآمد کرد و اکنون باشد چلسی دیگر بار از پولداری خیش صدا بلند کرد و نشان داد که در لندن شفی تنگوچه کی است. سسکای مسکو باشد با پختکور 500,000 یورو روان کرد و عباسبک فیض‌اللهی 19 ساله را آورد و با بازیگر منتخب ازبکستان شرطنامه 3 ساله امضا کرد. شختیار بورسیم چیگرینسکی 36 ساله را شامل تیم کرد. این نوبت وتران اوکراینی تا تابستان سال 24 در صف کوکانها برآمد میکرد. باید علاوه کرد که چیگرینسکی یک زمان در بارسلونا هم بازی کرد، ولی از دستش در تیم کاتالانی کار نآمد. نیمه‌گیر منتخب آمریکا یونوس موسا که 20 سال دارد بر عوض 20 میلیون یورو از والنسیا به میلان آمد. اکنون ایسو موسا در میلان تا سال 2028 جنگیده برای سکودتو با ابردستوی دیگر ایتالیایی دست به گریبان می شود. اینها بودند اساس‌ترین گزارش‌های تابستانی ترانسفری در 3 روز اخیر.
باقی تنست و گرینی باشید.